بیننگ به زیر خاک شه. ای درد بیدرمون خورس مغزی الله هم 24 ساعت خورس میزنه خورس فقط کو میکنه نکو قرآن تنه خدایی که بیننگم نکنه متکا مردم سکو چی کارا میکنه از من نگاه کن تا شما همینجگاه قلتیده خورس میزنه خورس پیار بایی وخی چاش شده بیا بر 2 تا نون بخور زگو فقط سنجد میخوره آه خدا چیز نباشه مثل شطوره که اشخار میکنه یعنی همین 10 دقیقه سر پس مرگ خواهده است تو مگه داشتن میتونم تو چی مفاج گرفته وخی برو خود تو بستو وخی خجالت بکش و پاهم درد میکنه تو مرتکی کته اینجا قلتیدی خورس خواهی میزنی من برم برد نو بشر چه کار میشه؟ تو چه کار میشه بری؟ خب یعنی من خواه بودم توش تا دل شدی من خواه بیدار بو که از اون صبح تاشون تو کو کندیمیه وخی برو 2 تا نون بستو زن گفتم مرد گفتم تا نه بخاک شه یا خدا مردم هم زن دارم ای خدا 10 دقیقه نمیتونم سر پس مرگ خواهد دستتو بگذارم وقتی دیگه میتخه نیازه میکشه خب وقتی برو در سرا میگه به چا خور دستم ری که بره 2 تا نون بستونم خوبه به چا خود نوکت را کن خدا اینو خواسته بره اونا سکلی بزنه باسکلی بزنه خور از شر خونه مدی میتونه خلاص کنه بگم پس کنه فخونه قلتیدیه به چا ری کنه که بفتر 2 تا نون بخره وقتی وکیل محل آمده بودم یک بلوک تکنچه بودم خدا نه چی میگفتم؟ همین وکیل محل به تامی کوچه در خونه اسم نویسی میکرد همه خونه اسم اینا نوشته کرد خب میرفتی میگفتی که اسم ما رو نوشته میکرد اسم ما نوشته کن ها چه؟ بشر خجالت بکش دست نداری پا نداری کله نداری چیشم نداری تو چه کار شده چی مفاجر زده که اینجا تاشون خیلی پس میزنی و آخه ای کمکیه بی عقل ای از خارج میای ای به شاه و گدا روایه پای میزنی که چی بگم به شاه و گدا گفتم تو گدانی تو شایی چی شایی آخه اینا به کسانی میدن که معلولم دست اینا به دهن اینا نمیرسه تو که این بچه این پولا ری میکنه همینجا خوده ری میری پس هم میزنی از من دستم به دهن من نمیرسه خیلی چلاق شده بیشالله همونطور بگو که چلاق شدی همونطور به خونه بخشتی که به شور بکی محل بیای به تو کمک کنه گپا مفت نزن به قرآن مردم سراخونه داره میرم میستانم تو بیعقل بس خلاص خوش برم تو چی میگفتم برایو چی میگفتی؟ میگفتم شما مفاجر زده بکن اینجا خونه غلطیدیه همی گپا دیت داری همی گپا نانمونیم دیگه یت داری کم تایی نگو خدا طور بگم چه کار کنه خونه زندگی از خود داری تو جوان دست پا تو فلج نیه تو کور نی شن نی گونگ نی تو چه کار کنی میدی کار نمی کنی از من خیلی پولدارترا میرم همه کمکار میگیرم چرا گپ مفت میزنی بازی 100 یورویی که بچه تو ری میکنه تا نسبت ما نمیره چی میشه 7000 روپیه میشه اینا رو بپوشون بخورم هر چیکار کنم ای برو بمو تنه خوب زیر رفتار خربار خواب کن که این پولایی که بچه ری میکنه اون بچه پولا ری میکنه اون پولا ما جمع کنه یک وقتی بیای اون نمزاددار کنه تم که خوده ری میره خود بهم یک کنم بندختی آخی اینا همینطور تو فقط هم کنجا خونه بشی که وکیل گذر به کجا کمک میده تو دهن تو بکشیده بدیم به من جان ننگه با قرآن برو تنی خوب به سرک نیه بمزه تلیری که تلیری از بالا تو قلب زنه پیچخش خود تو برو بمور ایل اولاد تو بموره پیر تو بموره مادر تو بموره امو عزیزترین کسا تو بموره به تو چی مربوطه بچه برای میکنم زحمت کشیدم اون کلون کردم به خارج ری کردم حالا تا جایی که من اسودگیر بکنم من برم بمورم خوب کار میکنم همین جگاه میشینم به خدا کمکارم میگیرم بچه من بیای خرج میکنم دل تو 80 چوکه میکنم کارم نمیکنم قرار کرده بخوام میشینم چیکار میکنی تنه تو بینن کرده خدا تنه تو بینن گبیتم بدم انا بردم که همین دم موفق بشی همین جگاه بگم بدیم به نام الله که تو بده
خاک بر سر توشه. خاک به سر خود توشه. خاک به سر خود توشه. اسم مورد پیار من نگیری به پیرون مورد پیار نبری. برو تو برو بابا پیار تو برو بابا. تو برو بابا. راست میگم. هیچی راست میگی. به از پولدارترا می کمکار میگیره. من که آخه درد بی درمون نامشه اون حق صغیر و کبیره. حق صغیر و کبیر بخور که اینجا پای ها گلو تو قنبات چمکه ایره خوشی. آخه حق صغیر و کبیره که پای میزنی که چی بگم؟ حق صغیر و کبیر چی؟ از من میگم پولدارترا میگیرم. خور به بدوشو میدم. اونا همین کار میکنن تو آخرت خود چیکار میکنی؟ حالا که میستونی میخوری شکم تو وقت ما خراسان میفتکه. ما بچه ما به خارج باشه اینجا ما برم کار کنم. با قرآن همی قوما رو مرتوف میشورم. تو بچه تو به خارج میگم مگر 24 ساعت به خونه شیشته بشی. ای برا بومرا قوما ما که نمیگم. تو یک بچه داری به خارج. مردم 4 تا 5 تا به خارج دارن. بازم میبینی کار میکنن. تو یک بچه داری به خارج. همین قراره که دلم دیدی هم تو چای سیاه بیارم که بشمی بارم طور بزنم. آخی او هم بچگک برفته اونجا به رو اومدی چار قراره رای میکنه. اینا نمیکنه که من جمع کنم سبا پس سبا بر بخزه میگه نه نمی دومت کن. وقت چکار کنم؟ اگه دل تو از طرف ما به سر آماده که من نمی به خونه بشینم او دیگه گپ بیه. عاد ما جواب ده که برم به تا کوچه بشینم. اگه نه که تو زن منی خرج تو تیار. برنگ داری، روغن داری، همه چیز داری دیگه چی گپه؟ کمک هم هست تو من نمیگذاری که ما برم خود بی پدر نوشته کنم به وکیل گذر بگم که انا اوسیا بردن مکش کده بیتم خوش نداری آخرم میگی وقتی تو برو کار کن برو کار کن. ما کار نمیکنم. آخه خداوند برای کار آفریده تون سلامتی هم خدا به تو میده. تو اگه بری کار کنی مفتقزه نخور که بری از وکیل مال بکشی بیاری بخونی خون. به خدا گناه داره. خونی تو طبقه داری خونی زندگی تو بیتری زندگی بچه تو به خارج. حالا مینا که با خارج هم کار میکنم. ها اشته نمیکنم. ما 400 چند یورو میگیرم تا مفت جفت میارم برای اینا میدم. امی شیشتی همون زنکای نبات میزنم مفت جفت میارم به دست دارم. ها دیگه با خدا باد میزنم. جیگرای ناکندی همه. نه که خدا بتست. صدا دور از دور خوشه. تو دل تو خوشه. زن شور نمیبینه شور زن نمیبینه. اشته نمیبینه. ما که 24 ساعت پنجم شیشتی خنده اختلاط او بیچاره کنی نون خودم خو میفهمم نه چای خودم خو میفهمم نه بچه داری خو میفهمم نه شودری خو میفهمم. آخه زن بی عقل تو نمیفهمی با قرآن نمیفهمی. تو که عقل با خدا با قرآن میگم یوروی تو پس سر کار اختیار جاری میکنم. چطور نمیری جمع کنی؟ شرف دایی بچی بی چه کار میکنه اونجا؟ آخه این بچی بی پدر تو ترمی سر کار میره کله خود خم نمیکنه که یورو رو داره. اگه نه کمونا جمع کنه با قرآن فوق العاده خرج ما بتونه. چیکار کنم؟ این در به کی بگم؟ خود خوب بگو. چیکار کنه بچه من؟ همه که میگه کار میکنه. هر چی از خدا و از کمونا به تو میکنه. تو نمیفهمی. تمام مینا بغضا کنار. هزاری پی به کسی خودگرا بنده بقول نه که بچه تو سببی صاحب خونه و زندگیشه. هزاری پی دیگه برو کار کن. خب او که خورخم نمیکنه جمع نمیکنه حتما کمه پولا. آخ کمه چیه؟ او گدا معتبره پیا خورفته. اگه من به خارج میبودم همین یک دفعه می خارج جور بیرو کنه بگه پیاری بیای سعی کن چه کار میکنم. به قرآن به ظرف 1 سال به تو اینجا باغ میخرم زمین میخرم بیترین کارار میکنم به اینجا کار. برفته دیگه ننمونه دهنی برفته. بدبخت خدا زده ها. خب انا میتونم بخیر خدا تو میتونی شکمی وکیل من کمک بیاره تو بگم دهن کج شده کمک کردی به تو فایده میشه. اگه کمک میستندی حامال میرفتی میگفتی درشو میمیت. مگه 100 سال سیاه نمیرم. انا میشیشتم که وکیل گذر میامد اصلا به طرف مزه کرد. چه نام خدا تو به قرآن قیافی نگاه کن. ای که با مقلد بزی یک بیاکی درجه یک که ادا اصول در بیاری. آخه من دلم به تو میسوزه که سبا 100 رقم مشکل پیدا میکنی. منم که تو 1000 بری کار کنی و روز 10 روپیه برو کار کن. پول 2 تا نبرو کار کن. فقط دلم مایی که تو بری بازار کوچه ای بری بر را بری که بری سلامتی تو فایده داره. آخ من پدرک از این بچه نالت به پدرک از این نالت چه بسته قومی فکر میکنن که مای 500-600 یوروی بچه رای میکنن. خبر ندارن 100 یورو 7000 روپیه به سر پوسکی به مالم. بازم به من دل خود خوش کردم میگم به خاکی بچه زحمت کشیدم او ری کردم مصرف کردم حالا باشه 4 روز جسودگی کنم خبر ندارم که نانی و دیگه نمیجگاه یک سر اسیا بی پرکال بری بریم آرت میکنه. آخه نگو اسیا بی پرکال بری کار میکنه همین قیمت آرت میکنه یعنی اینکه یک سر جیک جیک میکنه. خب دست درد نکنه خیلی بینی من مرغی هم جیکی خواهش میکنم. های که من چند سال سر به برلین تو گوشت تو طالب من مرغی من جیکی دیگه جیک جیک میزنم.
دست درد نکنه. همین قیماتو علیده میکنن که تو بخونه بغلطی مدام از اوسیا بعدن تو کش کنه. به ضد امینا برو کار کو بچه دم از اونجا یورو به تو ری کنه. مور قد میکنه. تو که جیگ جیگ و چوغو که جیگ جیگ میکنه. خیلی دست درد نکنه بابا چوغو که شده. خیلی گپار نگیر به دل خو. من از بسته که دل مپوره که تو زن فقط هم جای دو تا خر ازم سیوا کده نمیتونی گپات هم یک سر به تسر من. تو میگم وکیل گذر میامده برو خور به زفناله زن شوم مریض به خونه پرته بس خلاص خونه ما اینجا چک کرده تا خونه ما خرابه فرشا جمع کو بیا خونه بنده بیایم ببینم کمک از هر راهی بیای بریم ما تو روی چه کاره چی گپه اصلا آخه قربان قد بالاتو برو بگم میشیم پسکولفت بیکاریه بی غیرت نداره کار نمیکنه فرشارم جمع کنه که بیام بگم کجا اوچک میکنه کجا اوچک نمیکنه مغز سرتو اوچک کنه خیلی تو چه نمیفهمی بگم به خدا گناه داره به پیر گناه داره گناه میفهمی سر تو بشه آخه پول از خارجه میاد خارجه میایه خدا ما احتیاج به خارجی ها نکن آخه چرا ما مدام بگرد در ما کشیده باشه که خارجی ها با ما بده تو چرا این کارا میکنی به خدا نام افغان شما بد کردی نه والله حالا ما تیت خیلی بیت غیرتی شدی که نام افغان بد کردم خب راست بگو همین کمک ها همه میایده که هم مردم میگیره با ما که رسید نام افغان بد همین کمک خارجی ها بعضی یعنی مثل تو میده تنبل کرده به گوشی خونه بشیشته که وکیل و گذر کجا کمک بده خارجی ها کجا ری میکنه شرم کو خاک بم سرت باشه با تو گفتم نام هرچی افغان تو بد کیدی همه مردم به بست تو نیه که بشینه لم در سه کنه کی کمک میده کی پول ری میکنه اصلا خوب چشماتو زن وا نمیشه چشماتو وا نمیشه یعنی قومی تو خود تو هم حسوده که دوغرانه بری شوتو میه میگه همی باشه که قدچه مردم از 1000 را پیدا داره تنه به چی بیننگ تو بخاکش اگه من با خارج میبودم خدا نکنه کارا میکردم کوی سرنا پیدا فهمیدی حالی که خود به چه تو گو قراره که بابا خونه بیرون نشو 5 وقت نماز خوب برو به مسجد همونجا پیش مادر ما باش که یک کنه نترسه اگه نه که من روزی تو به دل ندارم که 24 ساعت اینجا تو کت کنی و مگوش کشو ای تو بابا ای بابا رنگ بچه من بد کرده خود تو که با تو گفته تو میشی پیش مادر من 100 تا موش میکنه تو منوش میکنی تنه به خاک شه بگو خدا تنه من پوسکولوف کرده بینان کرده که کنج خونه بشینو که هم چهار طرف بیاره برزم به هم خود بینم خودتونی این اولاد تونه